بالش در ظاهر کاملاً بی‌خطر و حتی آرام‌بخش است، اما واقعیت این است که بعد از مدتی تبدیل می‌شود به یکی از آلوده‌ترین وسایل اتاق خواب شما. پوست مرده، عرق و چربی موها به مرور داخل بالش جمع می‌شوند و محیطی ایدئال برای رشد کنه‌ها، قارچ‌ها و باکتری‌ها می‌سازند که با چشم قابل مشاهده نیستند، اما می توانند باعث ایجاد آلرژی، عطسه‌های مزمن، خارش چشم و حتی تنگی نفس شوند. بعضی از آدم‌ها بدون اینکه بدانند سردردهای صبحگاهی یا خستگی بعد از خوابشان به همین بالش‌های کهنه و کثیف برمیگردد، چیزی که هر شب با صورت و سیستم تنفسی تماس مستقیم دارد. اسفنج ظرفشویی یکی از خطرناکترین وسایل آشپزخانه می باشد، چون همیشه مرطوب است و ذرات غذا داخلش گیر می کند. این شرایط مانند همان چیزی است که باکتری‌ها عاشقش هستند. پژوهش‌ها نشان دادند که اسفنج می تواند میزبان میلیون‌ها باکتری باشد. باکتری هایی که مستقیما با مسمومیت غذایی در ارتباطند. وقتی با همین اسفنج ظروف را میشوریم، به جای تمیز کردن آلودگی را به همه ظروف پخش میکنیم. نکته ترسناک این است که خیلی ها هفته ها و یا ماه ها از این اسفنج استفاده میکنند بدون اینکه بدانند هر بار شستن ظرف ممکن است بیماری ها را وارد بدنشان کند. گوشی موبایل تقریباً همیشه با ماست. روی میز غذا، داخل سرویس‌های بهداشتی، روی تخت و حتی کنار صورتمان. سطح گوشی پر از اثر انگشت، چربی پوست و میکروب‌هایی میباشد که در طول روز جمع شده‌اند. برخلاف دست‌ها، گوشی به ندرت تمیز می‌شود و همین باعث شده تبدیل به یک مخزن میکروبی واقعی شود. بعضی مطالعات نشان دادند تعداد باکتری‌های روی موبایل می‌تواند چند برابر آلوده‌تر از مکان‌های دیگر باشد. وقتی گوشی را نزدیک صورتمان می‌بریم یا موقع غذا خوردن لمسش می‌کنیم، در واقع داریم این آلودگی‌ها را مستقیماً وارد بدن خود می‌کنیم، بدون اینکه به آن توجه داشته باشیم. دستگیره در یکی از آن چیزهایی است که تقریباً هیچ وقت فکر نمی کنید که چقدر می تواند آلوده باشد، اما همه روز توسط افراد مختلف لمس می شود. از محیط‌های عمومی گرفته تا خانه، دستگیره ها محل انتقال سریع ویروس ها و باکتری ها هستند. افراد مختلفی در طول روز می توانند این دستگیره ها را لمس کنند. کسی که عطسه کرده است، کسی که دستش را نشسته است یا کسی که بیمار بوده است. فقط کافی است بعد از تماس با دستگیره چشم یا دهانتان را لمس کنید تا بیماری به شما منتقل شود. خیلی ها فکر می کنند بطری آب فقط وسیله‌ای برای سالم ماندن است، اما استفاده مکرر از بطری‌های پلاستیکی می تواند خطرناک باشد. وقتی بطری زیر آفتاب یا داخل ماشین داغ قرار می گیرد، مواد شیمیایی ممکن است وارد آب شود. این مواد می تواند در دراز مدت باعث اختلالات هورمونی و مشکلات متابولیک شود. از طرف دیگر دهانه بطری پر از باکتری ها می باشد و هر بار نوشیدن آب یعنی وارد کردن آلودگی به بدن. کارت بانکی دائما بین دست‌های مختلف، دستگاه‌های کارتخوان و محیط‌های عمومی جابجا می‌شود. برخلاف پول نقد که همه می‌دانند کثیف است،
کارت بانکی ظاهر تمیزی دارد و همین باعث می شود کسی به تمیز کردنش فکر نکند. مطالعات نشان داده است سطح بعضی کارت‌ها حاوی باکتری‌های خطرناکی می‌باشد که می‌تواند باعث مشکلات گوارشی یا پوستی شود. وقتی بعد از پرداخت بدون شستن دست غذا می‌خوریم، عملاً آلودگی را وارد بدن خود کرده‌ایم.